به نام خداوندی بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز گرامی. هر کجا هستید از خداوند تمنای عافیت و آسودگی شما را داریم. دوستان گرامی، قرآن عظیم و شان کلام الله سراسر از الف تا یای آن همه رحمت است، برکت است، همه فضیلت و اجر و ثواب است. هر حرف قرآن که انسان از هر کجای آن خواند اجر و ثواب و رحمت و برکت به دست می آورد. اما بعضی سوره های قرآن و بعضی آیه های مخصوصی در آن هست که در شأن آن، درباره آن احادیث آمده و فضیلت خاص آن را بیان نموده است که خواندن آن گونه سوره ها و آن آیه های مشخص البته دارای اجر و برکت و فضیلت بیشتر است. البته آن شرف و فضیلت ها از زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می شود. یگانه جناب ایشان هستند که بیان میکنند که فلان سوره یا فلان آیه ها چنین شرافت و منزلت و چنین اجر خاص دارد. بنابراین در کتاب های حدیث ما کتاب یا باب به نام فضائل القرآن میبینیم، آنگونه که امام مسلم و اینچنین امام بخاری در صحیحشان چنین باب گذاری کردند، کتاب فضائل القرآن، که در این باب همان حدیث های را ذکر میکنند که درباره سوره های معین، درباره آیه های معین است که دارای فضیلتی بیشترند. و آنگونه که میدانیم دوستان عزیز، صحیح بخاری و صحیح مسلم این دو کتاب حدیثی است که جایگاه آنها بعد کلام الله، بعد قرآن می ایستد که احادیث آن سراسر صحیحند. امام مسلم اینجا در صحیح خود در کتاب فضائل القرآن باب دارند با نام باب فضل الفاتحه و خواتیم سوره البقره، باب در بیان فضیلت سوره فاتحه و فضیلت آخر سوره بقره، آیه های آخر سوره بقره. امام اینجا از عبدالله ابن عباس روایت آورده که میگوید بینما جبریل قاعد عند النبی صلی الله علیه و سلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. عبدالله ابن عباس میگوید زمانی که جبرائیل علیه السلام امین آسمان، فرشته که موظف برای رسانیدن وحی است، نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودند. سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه، پیامبر صلی الله علیه و سلم یک صدا از آسمان شنیدند، مثل صدایی که در کشاده می شود صدا می برآورد، چون این صدا شنیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم سر مبارک خود را طرف آسمان برداشتند تا ببینند چیست. فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. جبرائیل علیه السلام گفتند ای پیامبر، این صدای دری از درهای آسمان است که حالا کشاده شد و بار اول است که کشاده می شود و هرگز کشاده نشده بود. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم. از این در که بار نخست کشاده می شود ملک فرشته نازل شد که تا امروز اصلا بار به زمین نازل نشده بود. بار اول است که از این در که در خود بار اول است که کشاده می شود و این ملک بار اول است که نازل می شود. فسلم و قال ابشر بنورین اوتیتهما لم یؤتهما نبی قبلك فاتحة الكتاب و خواتیم سوره البقره لن تقرأ بحرف منهما الا اعطیته. این ملک، این فرشته که بار نخست نازل شد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده که آنجا جبرائیل نیز حضور داشت، سلام داد و گفت ابشر، مژده باد برایت، ای پیامبر مژده باد، خوش باش، من این خبر خوش برایت آوردم که خداوند برایت دو نور عطا کرده، دو نور بخشیده. لم یؤتهما نبی قبلک، به هیچ پیامبری آن را نبخشیده بود. این مخصوص عطای الهی خاص تو است. چرا دو نورش نام کرده؟ شارحان حدیث میگویند این ملک، این فرشته، این دو چیزی که حالا ذکرش می آید نورش نام کرده، زیرا در آخرت برای خوانندهش نور خواهند شد و یا در دنیا صاحبش را، خوانندهش را به سوی نور و هدایت راهنمایی میکند. آن دو چیز، آن دو نور، فاتحة الكتاب و خواتیم سوره البقره، سوره فاتحه و آخری سوره بقره است. دو آیه آخری سوره بقره که از آمن الرسول بما انزل الیه شروع می شود تا
آخر سوره. لن تقرأ بحرف منهما الا اعطیته. هر حرف، هر طرف، هر جمله از این دو نور را که بخوانی، این چون امتی تو نیز، البته امت نیز در این خطاب پیامبر صلی الله علیه و آله وارد است، داده میشوی. یعنی هر جمله این دو سوره را که بخوانی، مثلا در سوره فاتحه اهدنا الصراط المستقیم است، در آخر سوره بقره واغفر لنا وارحمنا است. یعنی هر کجا که هر جمله از این دو نور را، از این دو سوره را که بخوانی، برایت داده می شود. و یا آن جمله هایی که در آن مسئلت نیست، دعا نیست، حمد و ستایش خداوند است، برایت خداوند اجر و ثواب عطا می کند. این حدیث مبارک و صحیح و این حدیث عجیب که از آسمان بار اول در کشاده می شود و بار اول فرشته به زمین می آید و این خبری خوش را به پیامبر صلی الله علیه و سلم می رساند. این حدیث بیانگری عظمت و بزرگی و فضیلت سوره فاتحه و آخری سوره بقره است که شایسته است بر دوام به خواندن این خود را عادت کنانیم و هر صبح و شام و پیش از خواب و هر وقتی میسر می شود به تلاوت این زندگی خود را معطر سازیم، نامه اعمال خود را پر از نور و برکت و ثواب نماییم. موفق و مؤید باشید.